سلام، خیلی خوش اومدید. تا حالا شده یه فایل ورد طولانی داشته باشید و استاد بگه فردا باید ارائه بدینش؟ امروز میخوایم با هم یاد بگیریم چطور دقیقاً همین کار رو، یعنی تبدیل یه متن سنگین به یه ارائه فوق‌العاده حرفه‌ای، فقط توی چند دقیقه انجام بدیم. اونم بدون هیچ دردسری. این جمله رو فکر کنم هممون شنیدیم، مگه نه؟ بعد از اینکه کلی جون کندی و یک گزارش کامل نوشتی، درست لحظه آخر استاد میگه این رو برای هفته بعد به صورت پاورپوینت دفاع بیار. یعنی کل برنامه‌های آخر هفته‌تون دود میشه و میره هوا. خب تا همین چند وقت پیش این جمله معنیش چی بود؟ یعنی ساعتها کار تکراری و خسته کننده. باید می نشستی دونه دونه اسلاید می ساختی، با اون فونتای فارسی و راست چین کردنش کلنجار می رفتی، دنبال عکسای با کیفیت و مناسب می گشتی و از همین بدتر جداول رو باید دستی به نمودار تبدیل می کردی. ولی خبر خوب اینه که اون دوران دیگه تموم شده. حالا بیایید با راه حل جادویی آشنا بشیم. راه حلی که قراره بازی رو کاملا عوض کنه. با کمک هوش مصنوعی کل این فرایند خودکار انجام میشه. بهتون قول میدم توی کمتر از 2 دقیقه یه نتیجه‌ای تحویل میگیرید که انگار یه تیم حرفه‌ای ساعت‌ها روش وقت گذاشته. خب من تا اینجا کلی مقدمه چینی کردم. حالا وقتشه که همکارم بیاد و بهترین ابزارهای هوش مصنوعی رو بهتون معرفی کنه. ابزارهایی که ما خودمون روی صدها فایل واقعی دانشگاهی و فارسی تست کردیم و از بهترین به خوب براتون رتبه بندیشون کردیم. پس این یه رتبه بندی کاملا عملی و تست شده است. بسیار خب، بریم سراغ رتبه اول. پادشاه بیچون و چرای این حوزه ابزاری نیست جز gamma.app. واقعا میتونم بگم که 90% دانشجوها بعد از اینکه یه بار گاما رو امتحان میکنن دیگه سراغ هیچ ابزار دیگه‌ای نمیرن. چرا؟ چون به محض ثبت نام 400 تا اعتبار رایگان بهتون میده. با این 400 تا اعتبار راحت میتونید حدود 40-50 تا ارائه کامل بسازید. یعنی برای کل دوران تحصیلتون کافیه. کار کردن باهاش هم به طرز خنده‌داری ساده است. ببینید شما فقط کافیه وارد سایتش بشید، با اکانت گوگلتون لاگین کنید، بعدش یه دکمه بزرگ نارنجی میبینید، روش کلیک میکنید و فایل وردتون رو میکشید و میندازید وسط صفحه. زبان رو هم میذارید روی فارسی یا حتی خودکار. یه دستور ساده هم بهش میدید، مثلا یه ارائه دانشگاهی رسمی بساز و دکمه جنریت رو میزنید. همین، تمام شد و رفت. و نتیجه باور نکردنیه. توی کمتر از 1 دقیقه یه ارائه کامل با 15 تا 25 اسلاید حرفه‌ای تحویل میگیرید. خودش براتون عنوان و فهرست مطالب میذاره، برای هر بخش عکس و آیکون با کیفیت و مرتبط پیدا میکنه، جداول توی متن رو به نمودارهای خوشگل تبدیل میکنه و از فونت‌ها و رنگبندی‌های استفاده میکنه که کاملا رسمی و آکادمیک هستن. و از همه اینا مهمتر، در آخر میتونید خیلی راحت همه چیز رو ویرایش کنید و با فرمت پاورپوینت دانلودش کنید. خب از گاما که بگذریم میرسیم به رقیب قدرتمندش، یعنی شماره 2 tom.app. توم یه سبک کاملا متفاوت داره، خیلی مدرن و جذابه. ببینید مراحل کار با توم دقیقاً همون مراحل گاماست. یعنی فایل رو میدید و دستور رو مینویسید. اما خروجی نهایی زمین تا آسمون فرق داره. توم طراحیاش خیلی مینیمال و شیکه، مثل ارائه‌های شرکت‌های بزرگ تکنولوژی. معمولاً هم تعداد اسلایدهای کمتری میسازه. پس یه جورایی اگه بخوام راهنماییتون کنم، برای یه دفاع پایان نامه رسمی و سنگین گاما انتخاب بهتریه. اما اگه میخواید توی یه کنفرانس یا یه جلسه کلاسی ارائه بدید و همه رو تحت تاثیر قرار بدید، توم فوق‌العاده است. و اما رتبه سوم گزینه‌ایه که بذارید اینجوری بگم، اساتید عاشقش میشن. مایکروسافت کوپایلوت. این ابزار دقیقاً داخل خود نرم افزار پاورپوینت قرار گرفته و البته خب مخصوص کساییه که اشتراک رسمی مایکروسافت 365 رو دارن. اینجا دیگه کارو از این هم ساده تر میشه. فقط کافیه پاورپوینت رو باز کنید، از همون تب هوم روی دکمه کوپایلوت کلیک کنید. بعد گزینه ساخت ارائه از روی فایل رو میزنید و فایل وردتون رو انتخاب میکنید. چند ثانیه بعد بفرمایید یه پاورپوینت 100% رسمی با همون قالب‌های استاندارد مایکروسافت و فونت‌های آشنای فارسی آماده تحویله. بریم سراغ گزینه 4 که برای اون دسته از دوستانیه که اشتراک چت جی پی تی پلاس دارن، یعنی کسایی که دنبال نهایت کیفیت و کنترل روی خروجی کارشون هستن.
اینجا دیگه واقعا کار شبیه به جادو میشه. شما وارد چت جی پی تی میشید، فایل وردتون رو آپلود میکنید و بعدش دقیقاً همین دستوری که روی اسلاید میبینید رو براش کپی پیست میکنید، کمتر از 1 دقیقه صبر میکنید و خود چت جی پی تی یه فایل پاورپوینت واقعی براتون میسازه و لینک دانلودش رو بهتون میده. به همین سادگی. خب علاوه بر این 4 تا قول، چند تا ابزار جایگزین خوب دیگه هم داریم که سریع بهشون اشاره میکنم. مثلا slidesai.io یه افزونه رایگان و خیلی کار راه انداز برای گوگل اسلایدز. پلاس AI هم توی همون گوگل اسلایدز کار میکنه و 7 روز مهلت تست رایگان داره. ابزارهای معروف مثل canva و beautiful.ai هم قابلیت‌های مشابهی دارن که حتما ارزش یه بار امتحان کردن رو دارن. خب من تمام ابزارهای اصلی رو بهتون معرفی کردم. حالا همکارم برمیگرده تا یه نکته طلایی و خیلی مهم رو بهتون بگه. اینکه چطور این پیشنویس عالی که هوش مصنوعی ساخته رو به یه ارائه نهایی بی‌نقص تبدیل کنید که کاملاً مال خودتون باشه. دقیقاً. سوال اصلی همینه. چطور کاری کنیم که هیچ کس، حتی سختگیرترین استادها هم نفهمن که این ارائه رو هوش مصنوعی ساخته؟ چطور اونقدر شخصی سازیش کنیم که انگار ساعتها براش زحمت کشیدیم؟ جوابش خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنید. این همون نکته طلاییه. فقط 5 دقیقه دیگه وقت بذارید، یه دور سریع غلطای املایی جزئی رو تصحیح کنید، اسم خودتون و استادتون رو به اسلاید اول اضافه کنید، لوگوی دانشگاه و شماره اسلاید رو بذارید گوشه همه اسلایدها و در آخر 2 تا اسلاید خیلی مهم رو خودتون دستی اضافه کنید. یه اسلاید تشکر و یه اسلاید منابع. همین. با همین چند تا کار ساده، ارائه کاملا مال شما میشه و هیچ کس شک نمیکنه. بسیار خوب. برای اینکه جمع‌بندی کنیم و کارتون رو راحت‌تر کنیم، بیایید یه بار دیگه مرور کنیم که برای هر موقعیتی کدوم ابزار بهترین انتخابه. همونطور که توی این جدول می‌بینید خیلی ساده است. اگه دفاع پایان‌نامه یا یه سمینار خیلی مهم دارید، برید سراغ گاما یا کوپایلوت که خروجی‌های رسمی‌تری دارن. برای ارائه‌های کلاسی معمولی توم با اون طراحی مدرنش یا همون گاما هر دو عالی جواب میدن. اگه خیلی عجله دارید و اینترنتتون هم ظریفه، سلایدز AI توی گوگل اسلاید سریع‌ترین راه حله. و در نهایت اگه واقعاً می‌خواید همه رو از دانشجوها گرفته تا استاد شگفت زده کنید، هیچ چیز بهتر از چت جی پی تی پلاس نیست. خب دوستان، دیگه هیچ بهانه‌ای باقی نمونده نه؟ زندگی دانشجوی شما همین الان 1 درجه راحت‌تر شد. پیشنهاد من اینه که همین امشب یکی از فایل‌های وردتون رو بردارید، یکی از این ابزارا رو امتحان کنید و ببینید که چطور میتونید از عذاب ساختن پاورپوینت برای همیشه خلاص بشید. خیلی ممنون که تا پایان این بررسی با ما همراه بودید. واقعا امیدوارم این نکات به دردتون بخوره و کارتون رو راحت‌تر کنه. موفق باشید.